سلام و روز بخیر بینندگان عزیزی آزادی. امیدواریم که خوب و خوش هستید. برنامه نوید بامدادی است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر در خدمت شما. امروز 16 اپریل است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: مادر یک زندانی ادعا دارد که قسم از بدن پسرش را با آب جوش سوزاندند. مساوی استقلال در اولین رقابتش در لیگ قهرمان‌های آسیا و پاسخ به سوال‌ها درباره عزت امان. شرح بیشتر خبرها: مادر یک جوان زندانی ادعا دارد که در محبس شهر وحدت قسم از بدن پسرش را با آب جوش سوزاندند و او فعلا زیر نظارت پزشکان است. صلاح الدین سلاموی 25 ساله با گناه دزدی 10.5 سال از آزادی محروم شده است. مسئولان اداره زندانها حادثه را رسما شرح ندادند. تلاش‌های رده آزادی برای گرفتن نظر آنها تا این دم به نتیجه بود. مادر صلاح الدین سلاموف میگوید واقعا یک هفته پیش رخ داده است و به اطلاع دریافتی او در این کار چند زندانی گمان برند. صبرنسا سلاموف و مادر جوان محبوس روز 14 اپریل در صحبت با رده آزادی ادعا کرد که در پی ریختن آب جوش قسم از بدن یا از میان بالای پسرش سوخته تقریبا سلامتیش را از دست داده است. سلاموف میگوید حالا پسرش درست گپ زده نمیتواند تا اصل قضیه را از خودش بپرسند. این زن افزود تا هنوز مقامات نیز به آنها سبب چنین رفتار زندانیان را با پسرش شرح ندادند. تلاش‌های رده آزادی برای دسترس کردن شرح رسمی حادثه از سوی مسئولان زندان به نتیجه بود. معلوم نیست جنجال بر سر چی سر زده و محبوسانی که با صلاح الدین سلاموف چنین رفتار کردند کی هستند. یک منبع رده آزادی با شرط ذکر نشدن نامش گفت که واقعا چنین حادثه رخ داده است و حالا صلاح الدین سلاموف در شفاخانه محبس معالجه میگیرد. دسته استقلال تاجیکستان اولین بازیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های آفریقا یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 در گروه ا مقابل باشگاه شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب با حساب 0-0 انجام داد. بازی میان قهرمان‌های فوتبال تاجیکستان و امارات متحده عرب 15 اپریل ساعت 22 به وقت محلی و ساعت 12 شب به وقت دوشنبه در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه بین المللی شاه فهد به حضور تماشابینان شروع شد. بازی با برتری فوتبال بازان شباب الاهلی دبی صورت گرفت که در جریان دیدار لحظه های خوبی گلزنی داشتند ولی از آنها استفاده کردن نتوانستند. یک لحظه خوبی گلزنی را در دقیقه 68 لگنر ترکتباری هلندی استقلال حسین دوغان از دست داد. همین طریق این بازی دور اول با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بازی دیگری دور اول گروه ا همزمان در ورزشگاه به نام شاهزاده فیصل بن فهد دایر گردید. بازی میان باشگاه‌های الهلال ریاضی عربستان سعودی و اگم اکی ازبکستان با حساب 2-2 به پایان رسید. به این ترتیب باشگاه الهلال ریاض، اگم استقلال و شباب الاهلی دبی یک امتیاز به دست آوردند. مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های آفریقا 2021 در گروه ا در شکل متمرکز در عربستان سعودی تا روز 30 اپریل ادامه خواهد کرد. بینندگان عزیز، بسیاری از شما درباره تقدیر عزت امان حامی حقوق مهاجران میپرسید که حالا در دوشنبه در بازداشت است. پاسخ به سوال شما این است که عزت امان با قرار دادگاه در یک از بازداشتگاه‌های دوشنبه در حبس پیشکی است. علیه او با ماده 247 قسم 4 یا قلابه در حجم مخصوصاً کلان پرونده جنایی آغاز شده است. این اتهام وزنین است و از جریمه تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. در روزهای اول بازداشت عزت امان نزدیکان او میگفتند به آنها وعده آزاد کردن این حامی حقوق داده شده بود ولی ظاهرا امید به آزادی عزت امان روز به روز کمتر می شود، چون یک از پیوندان حامی حقوق بر رده آزادی گفت نفرانی نوی پیدا شده ایستادند که علیه عزت امان به مقامات بیانات میدهند، هرچند عزت امان بیشتری آنها را نمی شناخته است. یکی از پیوندان عزت امان بر رده آزادی گفت به آنهایی که دعوا دارند حامی حقوق مبلغ آنها را گرفته باز پس نداده است، میخواهند واخورده همان مبلغشان را دهند تا عزت امان به آزادی برآید، ولی به گفته نزدیکان عزت امان این دعواگران نمیخواهند با آنها واخورند.
در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها نفر با حمایت از عزت امان صدا بلند کردند، ولی در مقابل نوارهای هم پیدا شد که در آنها عزت امان را قلاب میگویند. در روزهای اخیر سامانه‌های حکومت‌های محلی مقاله‌های زیادی را علیه عزت امان نشر کردند. این حامی حقوق مهاجران روز 25 مارس در مسکو ناپدید شد و 2 روز بعد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر داد. معلوم نیست که عزت امان تحت چه شرایطی از مسکو به دوشنبه آورده شده است. در صورت دریافت اطلاع بیشتر در این باره حتما شما را در جریان می‌گذاریم. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با نشر یک بیانیه از ساکنان خواسته است در روزهای پربارش از سفر به کوه‌ها، چارواچرانه، جمع‌آوری هیزم و زنبوروخ‌ها و دیگر رستنی‌های فایده‌آور که در دامن کوه‌ها می‌رویند خودداری نمایند. مسئولان کمیته گفتند به شهروندان توصیه نمی‌دهند که در این گونه روزها در نزدیکی مخزن‌های آب باشند و ماهیداری کنند. در بیانیه این نهاد همچنین آمده است که در نتیجه باران‌های گذشته خطر بالا رفتن سطح آبی رودخانه‌ها به میان آمده است و این می‌تواند در ناحیه‌های کوهی و نزدیک کوهی و نواحی تابع مرکز سببگاری آمدن سیل شود و در ناحیه‌های کوهی لغزش ترمه و ریزش سنگ نیز احتمال دارد. در این گونه حالت‌ها خفت شسته شدن پل‌های آسیب‌پذیر و راه‌ها زیر آب ماندن زمین‌های کشت وجود دارد. کمیته حالتهای فوق‌العاده همچنین از ساکنان خواهش میکند که جویبارهای نزد خانه‌های خود را همیشه تازه نگه دارند و سیل راه‌ها را از خس و خاشاک و سنگ و سنگریزه پاک سازند تا مانع وجود نداشته باشد و سیل به خانه‌ها ندرآید. آمده است در بیانیه کمیته حالتهای فوق‌العاده. همه ساله در فصل بهار و در پی بارانگری‌های شدید تاجیکستان شاهد سیل آبخیزی‌ها می‌شود. این آبخیزی‌ها در سال‌های گذشته چندین نفر را به هلاکت رسانده به منزل ده‌ها کس دیگر آسیب رسانده است. امروز در شهر دوشنبه اجلاسی نوبتی مجلس ملی پلات بالای پارلمانی تاجیکستان برگزار می شود. در این اجلاسی از کار یک ساله مجلس ملی زیر رهبری رستم امامعلی به حیث رئیس این پلات بالای پارلمان نتیجه گیری خواهد شد. رستم امامعلی شهرداری دوشنبه و پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان رسا 1 سال پیش رئیس مجلس ملی پلات بالای پارلمان انتخاب شد. به این ترتیب رستم امامعلی رسما شخص دوم تاجیکستان است. طبق قانونگذاری در صورت بیماری، از قدرت رفتن یا فوت رئیس جمهور صلاحیت‌های او به عهده رئیس مجلس ملی می‌گذرد. پلات بالای پارلمان تاجیکستان از سال 2000 باز فعال است و طول 20 سال ریاست آن را محمد سعید عبیداللهیف به عهده داشت. رستم امامعلی ماه ژانویه سال 2017 به جای عبیداللهیف شهردار دوشنبه تعیین شد. از یک منصب به منصب بلندتر تعیین شدن رستم امامعلی انتقادهای را به بار آورده است که تا کجا این تعیینات شایسته سالارانه است. برخی ها رستم امامعلی را که حالا شخص دوم در تاجیکستان است وارث پدرش مینامند، هرچند مقامات در این باره رسما چیزی نگفتند. گروهی از کارشناسان و دیپلمات‌های با تجربه آمریکایی به ضرورت قبول استراتژی نو به مقابل تمایل‌های افزاینده خودکامگی در جهان از جمله نقش بیشتر چین و روسیه در این جریان تاکید کردند. آنها در پیشنهاد گفتند 15 سال عقب نشینی دموکراتیا و حقوق بشر به آن معناست که صدها میلیون نفر تحت سرکوب و فشار به سر میبرند. به گفته آنها در حالی که موج دموکراتیا پایین میرود خودکامگی سر بالا میکند. برای این 7 برنامه را پیشنهاد کردند که از پشتیبانی بیشتر دموکراتیا و مقاومت به خودکامگی تا سرمایه گذاری بیشتر برای دستگیری مطبوعات آزاد و مقابله با اطلاع دروغین و نفرت پراکنی را در اینترنت در بر میگیرد. دپارتمان دولتی آمریکا تاجیکستان را به عنوان یک کشور خودکام ارزیابی میکند و ظاهرا در صورت قبول شدن استراتژی نو ایالات متحده عاید به اولویت دموکراتیا در مقابله با نظام‌های خودکامه، همکاری‌ها با تاجیکستان هم از این دیدگاه مورد بازبینی قرار گیرد. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 16 اپریل چنین تعیین کرده است.
بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی بود که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان پیشکشی شما شد. تشکر که ما را همراهی کردید. این آخرین برنامه نوید در هفته روان است، اما سامانه رادیو آزادی و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی 24 ساعت با اطلاع تازه در خدمت شما هستند. با امید دیدار در هفته آینده. خدا نگهدار.